درود بر شما عزیزان. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. پریسا هستم در چنل پریفان میوزیک. قراره بریم شردیل گوش کنیم. شردیل چقدر بزرگ شده. آره ما از اون ریاکشنی که من پایین داشتم آره سن و سالش خیلی پایین بود که قبلا در واقع مینی چت و اینها ویدیوهاشو می‌بینیم. ویدیوهای اونجوری هم داره و خیلی هم بامزه است، خیلی هم هنر خوبی داره. آره آهنگی داده با مهرافروز. ویدیوشو چند وقت پیش ما دیدیم و مثل اینکه خواهر گمگشته‌ای که تازه پیدا شده و قراره با هم کلی آثار موسیقی بدن بیرون، کارهای قشنگ. بریم این موزیک رو گوش کنیم و گپ بزنیم. حاضری؟ عشق کنیم. برقصیم؟ نه نرقصیم. بهترین شغل براتون ناظم مدرسه است. آره با یه چوب دستت باشه. خیلی از بچگی دوست داشتم ناظم مدرسه شم به خاطر اخلاق گندم. شردی گل‌های دری حولی ما برنگای آب مخرم شیرین نگاه تلخت اشر دل جان غمای دل ما میدانیه ایدالانی به آچم گرد چنگ اشر دل جان غمای دل ما میدانیه ای خانه به آچم گرد چنگ باران چکید از بومکم آچم گدا درکم مهرافروزی خونی جیگر آچه بیت تلخه کفم باران چکید از بومکم آچم گدا درکم مهرافروزی خونی جیگر آچه بیت تلخه کفم. اینجور آهنگا رو که آدم میشنوه بیشتر به این فکر فرو میره که همیشه گفتیم مراقب مادرها آره باشیم و وقتی آدم اینجوری میشه و مثلا از دستشون میدی، حالا این آهنگ تو وصف اون کسایی که مادرشون از دست دادن، روح همه مادران از دست رفته شاد آره باشه. بیشتر میفهمی که یعنی که چقدر فرصت هایی بوده که میتونستی قدر بدونی و مثلا آدم نباید پشیمون بشه، یعنی باید همه تلاشش رو احترام بکنه. اگه باشه خیلی ببین یه صدا کردن تو دوران بچه‌ای که مادر بچه رو صدا می‌کرده دیگه تو ذهنت هی تداعی میشه، کاش یه بار دیگه میشد. خواهر پشت برادر از رفتنی تو یا چبا چشمی ترون علم های ترا جام کنم در جگرون ای اپای جان هزار یک ناله کنم این دیلکی سوختگی ما چی چاره کنم ای اپای جان هزار یک ناله کنم این دیلکی سوختگی ما چی چاره کنم میرم از سری کوچه بچه ها میگن آچه دیردی قشلاقه کفتومه آچه تره نیافتومه میرم از سری کوچه بچه ها میگن آچه گردی قشلاقه کفتومه آچه تره نیافتومه. خب پوگیدی نزیدم دنی خواهر یک برایدر نمیدرومدی بگذارین چه قصه غم انگیزی رو داره روایت میکنه، داستان ویدیوه. چقدر
عجیب و غریب بود. آره وقتی مادرشون از دست دادن، حالا یعنی خالشونه، یعنی خواهر مادرشونه، اینجوری من فکر میکنم، ولی بازم بچه ها مگه رو خاله بدجنس میشه؟ ولی خب هیچکی مادر نمیشه دیگه. بگذارین بر سایه یک برگی درخزار شده، بر عمه و بر خاله بگانه شده. میگم بروم سری مزار و داچمه، مخیصه کنم ای روزکای لخچمه. میگم بروم سری مزار و داچمه، مخیصه کنم ای روزکای لخچمه. برون چکید از بومکم اوچمه گدا درکم، مهر افروزی خونی جیگر اوچه بیت تلخه کفم. برون چکید از بومکم اوچمه گدا درکم، مهر افروزی خونی جیگر اوچه بیت تلخه کفم. چون ماهی تشنه لب جدا از لبیان، ای اپای جان اوچه مادر زیری خاک. آیا چه سراخ کنم هر غزره، ای سوزش دل اوچه میگم همسایه را. آیا چه سراخ کنم هر غزره، ای سوزش دل اوچه میگم همسایه را. میرم از سری کوچه بچه ها میگن اوچه، گردی قشلاق کفتومه اوچه ترا نیافتومه. میرم از سری کوچه بچه ها میگن اوچه، گردی قشلاق کفتومه اوچه ترا نیافتومه. دلتنگی که همیشه باقی میمونه. ولی میگه تو این لحظه‌های سخت یه وقتی اون همسایه میشه صمیمیتر از عمه و آره. خاله و یا شاید چقدر همچین- دلم گرفت. آره خیلی دلگیر بود آهنگه برای آچه بود و درد بی آچه‌ای. اینجوری میشه خیلی گفت. چه صدایی داشتن. آره صدای خوشی مهرافروز داشتن. جان، شیردینم دیگه جان که پخته حالا شده. آره سنش دیگه بالاتر رفته، صداش کامل شده و چه اجرای قشنگی بود. دلم امیدوارم آهنگای گرفت. شاد بیشتر بخونید، از حال خوب بخونید، ولی اینم که زیبایی خاص خودشو داشت. همیشه آهنگایی که با مضمون مادر یا پدر هستن وای 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 آره. خیلی جذابن دیگه، به خصوص تو فرهنگای ما که خیلی دیگه تمرکز زیادی روشه آره ولی خب به دیگه نقش مادر. شادم بخونن در وصف پدر یا مادر، عزیزانی که مثلا از دست داده باشن باز یه قصه ای انگار نمست. میاد، بس که جایگاهشون قشنگه توی مراقب زندگی. خودتون، مراقب آچه های عزیزتون باشین و دورشون بگردین. قربون شکل ماهتون بشه، ماش به کلاتون، خدا نگهدارتون. به امید دیدار.